سرخط خبرهای مهم: جسد جوان تاجیک را در آمریکا دفن کردند. هیومن رایتس واچ از حکومت خواست مرگ زندانیان بدخشانی را تحقیق کنند و تفصیلات کشتار نورس 6 ساله بونوس. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 سپتامبر. سازمان حامی حقوق هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواسته است که مرگ 5 فعال بدخشانی را که امسال در زندان‌های کشور فهمیدند بدون یگان تأخیر و بی‌طرفانه تحقیق کند. بیانیه این سازمان روز 3 سپتامبر نشر شد. این 5 نفر بعدی ماه می سال 2022 پس از یک تظاهرات در ولایت بدخشان بازداشت و به سال‌های دراز زندان محکوم شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، آنها بنابر محروم شدن از معالجه در زندان فهمیدند و مرگ یکی از آنها در ماه فوریه تنها ماه آگوست آشکار شد. رسانه‌های مستقل و جامعه‌های بدخشانی گزارش می‌دادند که این زندانیان با سبب نگرفتن معالجه درست جان دادند. مقامات تاجیکستان این افراد را زندانیان سیاسی نمی‌شمارند و در نشست‌های خبری ماه گذشته گفتند که به همه زندانیان کمک طبی سریع وقت رسانده می شود. ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه‌های می و ایون سال 2022 صحنه تظاهرات و سرکوب مردم ناراضی بود. این حادثه روز 16 می سال 2022 و پس از آن سر شد که گروهی از جوانان برای دادخواهی از محله برخروغ به مرکز شهر خروغ روان شدند. جسد محمد عزیز 17 ساله، یک نوجوان تاجیک را که در نتیجه زنازنی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا درگذشت در شهر فیلادلفیا دفن کردند. بلاگران تاجیک مقیم آمریکا با گذاشتن عکس نوار در شبکه‌های اجتماعی در این باره خبر دادند. قبلا برای مراسم جنازه و دفن او در وبسایت خیریه GoFundMe صحیفه باز کرده و از مردم مقیم آمریکا خواستند که به قدر توانشان به والدین محمد عزیز رحمت‌زاده کمک کنند. نوجوان تاجیک شب 14 آگوست در یک زنازنی گروهی در ناحیه مونتگومری ایالت پنسیلوانیا از سرش سخت آسیب دید. درباره چگونه صورت گرفتن زنازنی معلومات نیست و تحقیق قضیه ادامه دارد. در ایالات متحده آمریکا بنابر معلومات گوناگون از 10 تا 16 هزار زادگان تاجیکستان زندگی کرده، اساساً در بخش تجارت و نقلیات و خدمت رسانی فعالند. نبی جان رحمت‌زاده و اعضای اولش از جمله آنها هستند که تقریباً 2 سال پیش به آمریکا رفته در کنار شهر فیلادلفیا زندگی دارند. وزارت کار داخلی تاجیکستان تفصیلات حادثه به مرگ رساندن طفل 6 ساله از جانب پدرنده را نشر کرد. مقامات انتظامی دوشنبه هفته گذشته یک جوان را دستگیر کردند که به گفته آنها با پر کردن ناز در دهان پسر اوگایش سبب مرگ او شده است. به اطلاع مقامات، بختیار نما ساکن 33 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی به صادر نمودن جنایت از بی‌احتیاطی به مرگ رساندن کودک خردسال گمان بردانسته می شود و روز 22 آگوست امسال فرزند 6 ساله همسرش صابر جان نظرف را اول چند شپاتی زده و سپس با زور به دهانش ناز انداخته است. در نتیجه راه‌های نفس کودک بسته شده و او در راه به شفاخانه جان داده است. در ویدیویی که وزارت کار داخلی تاجیکستان نشر کرد، بختیار نماز حادثه را چنین نقل می‌کند. از کار آمدم، فرزندم بازی داشته، فرزندم را شقلق زدم، بعد کشوندم پیش کانتینر آوردم، پیش کانتینر داشت جنقیدم که خوی کردم، بعد داشت ناز پرتفتم، بعد او سرش بودم، بعد 2 minut هم خالت فرزندم گرفتم، بعد نیسه دواندمش، بعد دستم دایدم تا رای کلون رفتم، تاکسی دارم سوار شدم، تا با نیسه رفتم که جانش برآمده. به گفته مقامات انتظامی، حالا بختیار نماز در بازداشت است و به ضد او با اتهام به مرگ رساندن از بی‌احتیاطی پرونده جنایی باز کردند. برای چنین جنایت در تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان جزا تعیین شده است. بدرفتاری گوش ناشنید نسبت به طفل 6 ساله با گذشت وقتی اندکی از جنایت شبیه و دیگری در تاجیکستان صورت می‌گیرد که جامعه کشور را تکان داد. روز 26 ایول پرویز زادینایف، یک ساکن شهر ترسونزاده را با اتهام شکنجه و به مرگ رساندن فرزندش بازداشت کرده بودند. بعضی از ساکنان خواستار احیای طبیبان خلقی در بیمارخانه‌های کشور هستند. در این باره جمال‌الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی تاجیکستان،
در نشست خبری در دوشنبه خبر داد. به گفته او ساکنان مراجعت کرده خواهش کردند که در برابر طبی عنعنوی که پس از تشخیص طبیبان صاحب معلومات و درمانبخشی فعالیت میکنند، در بیمارخانه ها طبیبان خلقی که اکثرا با گیاه و رستنی طبابت میکنند فعالیت کنند. ما از ساکنان پرسیدیم که به کدام از این طبیبان باور میکنند و در حالت ضروری به نزد کدام طبیب میرفتند. میانم قطعا پاچم درد میکرد. من تمام دکترها در رفتگیم. نکیم طبیب خلقی راستی رفتم، اما یک وای میگن کن و مساج کیم خیلی میگیرن کو با نام شما فراموش کنم. همون اومد یاردم کرد. قریب ما بسیار جا رفته بودم، یگان دیاگنوستی عمیق دادگی نبودم برای پاچم که مقصد چی پرابلم داره. یکی همون حساب کنم گفت دیگه پا میشکنن خراب تا امروز چیکار میکنن کو همون ماده یاردم سخت کردگی. ما که حاضره برای چی هم روش کرده گفتی همین خطا مقصد تکنولوژی روش کرده مقصد اگه دام میزنی اگه میشکنن سراز نمیگیرن که ببندن شوار رنگین میکنن که گیجو شکسته مقصد بعد ایروی همون نزنچین میکنن بعد چی مینایسه اگه دارویی که همون ایمنه همون جای شکستگی تیده درمان بیاره پیشیناش باشه هم مقصد یا زدگی ضرب خوردگی یا شکستگی فرق نداره هم میگیرن میکشنش و میبندنش با او بسیار اونا که ما شیدگی بودم سیتواسیون خودم ده سیتواسیون خودم ده مقصد هم دسته که وقتی برآمدگی بود مقصد همین نو نمیدونند سواد کافی ندارن هم میکشن و میبندن شاید تخمم یا زردیه چه میشکنش ده مقصد بزبره سوس شدی انا بعد همو چند چی شید بو واران که بعد دیم برا و پیش دکتر اومدم بعد گرفتن 100% کردن با فکری من مینه نیمه که حاضره خوبتره چیم آدمایی که پیش میکردن با گیاها خلقی طب خلقی برای که ما اول کنز شفا را میخوندیم توبت های مثال نه علف قطعی اینا جای چی داریم که مثال اینا شروع بود دشت جموم نبود همه بود علفی مثال توبتی دارن مثال جای بود استراحتی دارن مثال که هم خیلی طب خلقی باید طبی حاضره برای که ما نوچ نمیخونیم ما پیش میریم ما خیلی چیز نمیم خیلی افکتی پلاتسبو ممکن این کار بعضی علفا یاردم میتین اما технически чизо невозможно مثال گپ اپراتسیا با уровни баланди допустим воздействия доро این چیز با وای نمیکنن یاردم نمیتین خوبترش همون گیاه درمانی هم میشد بسیار خوبتر میشد چون که گیاه درمانی در قدیم آمدگی است درست این تیپ ابوالی سینا در وقتش همون ابوالی سینا با همون گیاه درمانی میکردن چون که در اون وقت نبودی خیلی چیزا تیپ ترقی کردگی خب با وجود گیاه درمانی هم روی بوی هم بیاریم میشه یک گیاه درمانی پیشتر مانم بهتر میشد چون که در ما در تاجیکستان ببینید که تمام گیاه ها هست همه گیاه ها در کوهستان مثال زرافشان در بدخشان در غرب در همه جا از همین چیز بسیارتر استفاده می‌بردن با خوبتر میشد. بینندگان عزیز شما هم می توانید در نظرسنجی اشتراک کرده نظر خود را به ما نویسید. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه بامدادی 3 سپتامبر با 502 پهپاد و 23 موشک بالدور گوناگون حمله کرده است. با گفته فرماندهان اوکراینی آنها بسیاری از پهپاد و موشک را در آسمان نابود کردند و فقط 3 موشک و تقریبا 70 پهپاد به هدفهایشان برخوردند. نیروهای روسیه به انشاءات‌های غیر نظامی در شرق و غرب اوکراین ضربه زدند. ویچسلاو چاوس رئیس اداره نظامی ولایت چرنیگوف گفته است در نتیجه ضربه ها زیر بنیادهای غیر نظامی حیاتی آسیب دیدند و 30,000 خانه در ناحیه های نیژینسکی به نیروی برق ماندند. در ولایت کیرووگراد راههای آهن تخریب شده، حرکت 20 قطار به تأخیر افتاده است. 4 کارمند اداره راه آهن آسیب دیدند. در ناحیه زنمینکای این ولایت 5 نفر آسیب دیدند. خانه های استقامتی تخریب شدند.
در ولایت‌های لووف، خمیلنیتسکی، ایوانو-فرانکوفسک و وولین با انشاءات صنعتی و زیربنیادها ضرر رسیده است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. سال 1939 با قرار حکومت تاجیکستان شوروی در استالین‌آباد ساختمان اولین کارخانه استحصال سمنت شروع و آن 3 سال بعدش به استفاده داده شد. 4 سپتامبر سال 1960 شکل نو بازسازی شده کارخانه به کار پرداخت و اقتدار استحصالی محصولات مهم بیناکاری را به بیش از 1 میلیون تن در سال رسانید. این کارخانه تا سال 2019 عرضه وجود کرد و با سبب انتقادهای سخت از آلوده‌کنی فضای پایتخت بسته شد. در حدود ناحیه ورزاب ساختمان کارخانه نوی سمنت تاجیک شروع شد که مربوط به اعضای خانواده پرزیدنت تاجیکستان می باشد. 4 سپتامبر سال 1998 شرکت آمریکایی گوگل تأسیس شد که تا امروز یک مخزن مهم اطلاعاتی و جستجویی باقی میماند. شرکت واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا یکی از بانفوذترین و گرانبهاترین شرکت‌های اینترنتی جهان به حساب می‌رود. گوگل در اینترنت خدمات فراوان مهیا کرده است که در برابر استفاده اطلاعاتی برای بسیاری‌ها در سراسر جهان امکان کار و درآمد را مهیا می‌کند. با یک تشبث پرزیدنت تاجیکستان از 4 سپتامبر سال 2007 هر سال در این روز در کشور روز کتاب جشن گرفته می شود. امام علی رحمان که اون روز به مناسبت آغاز ساختمان کتابخانه ملی صحبت میکرد گفت در سراسر تاجیکستان 1330 کتابخانه عمومی فعالیت میکند و نقش کتاب و کتابخانه ها خیلی مهم است. نسل جوان تاجیکستان برای کم توجهی به مطالعه و متخصصان برای سطح پست دانش تنقید شده این مسئله ها از مشکلات جدی کشور عنوان می شوند. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 116 سومانی، 100 یورو به 1109 سومانی و 100 دلار 943 سومانی مقرر شده است. این قرب رسمی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. بینندگان عزیز، فرصت جدا نموده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.